از توهم تغییر بدون انجام دادن کاری از سمت خودت بیا بیرون خواهشن. بشین و یه سناریوی خفن واسه رسیدن بهش تدارک ببین. تصمیم بگیر که فقط یک تماشاچی نباشی. اجازه نده یه مشت ترس و تردید الکی مانع رسیدن به چیزی که دوستش داری شه. همه چی واسه تبدیل کردن زندگی فعلیت به ماجراجویی هیجان انگیز آماده است. ولی هیچ وقت زندگی که فکر می‌کنی سزاوارش هستی رو آرزو نکن. طراحیش کن. قسمت به قسمتش رو. هرگز وسط راهت متوقف نشو. جنگ تو نیمه کاره رهاش نکن. وقفه میتونه باشه تو مسیرت ولی توقف هرگز. تو نمیتونی متوقف بشی. اینو متوجه میشی؟ آدم از تلاش واسه ساختن آیندهش خسته نمیشه که. استراحت واقعی تازه بعد رسیدنه. باید واسه هر قدمی که به سمتش برمیداری هیجان زده باشی. باید واسه روبرو شدن با هر چالشی آماده باشی. اشتباه نکن. چالش‌ها نمیتونن باعث توقفت بشن. اونا فقط قوی ترت میکنن. شخصیتت به مرور توی این راه ساخته میشه. کسی که بیشترین تأثیر واسه رخ دادن اتفاقات خوب تو زندگیت داره فقط خودتی. آره خودت. این چیزیه که لازمه روش تمرکز کنی تا برسی. بنابراین ذره‌ای از انرژی تو به حاشیه اختصاص نده. لازم نیست نگران نتیجه باشی. تلاشای بی‌وقفت آخرش کار خودشو میکنه و نتیجه میده. در آینده نزدیک از تماشای ورژن جدیدی که از خودت ساختی حسابی لذت خواهی برد. یه سری‌ها رو عادی بودن راضیشون نمیکنه. فقط اومدن بین ستاره ها باشن. حالا نوبت یه ستاره جدیده که قراره تو آسمون زندگیت بدرخشه. مرسی ازت که میبینه این همه آدم عادی انتخاب میکنی که اون ستاره باشی. برو برس بهش آروم بگیری.